شغل شما چه هستش آقای رضا پهلوی؟ از زمانی که پدرم فوت شدند و من وارد صحنه سیاسی اپوزیسیون ایران به نظام جمهوری اسلامی شدم، الان بیش از 30 سال میگذره و در واقع شغل من مبارزه سیاسی برای آزادی بوده در این سالها. آقای پهلوی، برای این شغل درآمدی که ندارید، من منظورم درآمدتون از چه راهی به دست میارید؟ نه خب درآمد که نداره، به حال هر کاری آدم بتونه بکنه در حد توانش انجام میده. و ما اگه اون اسناد رو نگاه کنید دقیقاً خواهید دونست که در زمان فوتش پدر من حدوداً چه مقدار پولی داشته. حالا میخوای اعلام بکنم حدود 62 میلیون دلار. حدود 62 میلیون دلار. حدوداً 50 سال 40 ساله که اومدی بیرون، رفتی تو سن کمت قسم پادشاهی خوردی، میلیاردها دلار پول و طلا و الماس بابات آورده خوردی، این همه رسانه ازت تبلیغ میکنه نمیتونی رژیم رو عوض کنی، نمیتونی گویی بخوری. اصلا مردم هم مسخره